وقتی که من سرگذشت خود را به یاد می آورم، با یک مرد ثروتمند زندگی می کردم. او به من بسیار تحفه ها می کرد. ولی مهمتر از همه آن که او مرا صدقاً دوست می داشت. دوست داشتن هایی که ناگفتنی است. وقتی که من کلان شدم، او به من گفت: دخترم، وقت شوهر کنیت رسیده است.